سعی جان سلامتی. خاله ما دیم دیگه 5 دقیقه بشینیم. بشینیم ببین علیشه برزد نشیم. خانم احمدی همینجا شما یک سوال از شما میکنم به شرط واقعیت بگیم. خب فهمیدیم؟ همینجا شما کار میکنیم پیشین کارمندا و مثل خواهر و مادر خودمون کار میکنیم. بله. انا منطقه به خونه خود شما چی نگفتم؟ گفتم؟ نه. ما یک خانی بوده به تعمیر بکس. خب فهمیدیم تعمیر بکس خونه ما. بله. یک خانی بوده. برای مشون خبر داریم که نمزاددار به ایران نه. بله. خوشو از این بداده بوده. بالاخره بداده بوده 12,000 ما چون 600 700 بخیلی در کار نداریم. آریسانه یا عرستی میگیم شما ایر؟ نه سانه چیه؟ ما خب سانه نمیگم ما به شما سانه اختلاط نمیکنیم. خب بفرمایید بگید. سانه واقعی اختلاط میکنیم. خب از تعمیر بکس گم شده. بکس شما؟ انا مادرم بچه های اینا رو بفهموندن گفتم هیچی شما دهن خلوار نمیکنی. انا خود نعیم خانم احمدی رو بیاوردم از خانم احمدی پرسان گونه شاید نگفته باشم شما. نه چی نگفتم؟ سعی کنیم خوراکمه ما به شما یک چیزی مرتیر به مثل برا به شما میگم به می خونه بیامدیم همین خونه خود شما اینا هم به مثل برا مثل ایدوان مثل پیاز شما راست میگی. همین هیخان ارزش نداره شما بگیم حداقل امروز بگیم ما واردشتون مشکل داشتون پریشون بدون مثلا یه تویته اما کار خوبی نکردیم خانم احمدی. این آدم بچه خاله مونه او آدم سید احمد برای دینی مونه کجیر که میجگاه میشه بیامونه اینا اگه از این میجگاه بیریشم از این پین بیریشم برم به کوچه همینا که خوده میبینم آیا او خوردی بوده کبریتی بوده که به کیسی خود کنم نبینم نفهمیم مثلا ایتی بوده شما به تامی کیف خو کردین تامی ساخ خو کردین همینا که وردشتیم مدرم دیشب تا بم گل صبح گریه میکردم که من همین بچی من بوده اولی میخانه بوده خوشوی بزوی بداده خودی هم به ایران ما نگاه داشتیم که بود میشه یا به عروسی خو یا به دگه همین کار نیم حکم من و جز من سر می آدم شکم تو این کار کردی؟ یانه به خدا قسم که آله که شما یه گپ میزنید خب از امون روزه که شما اشته گپ به من میزنید که من همین جگاه به شرط به همین جگاه آمدم که فکر میکنم خونه خود بره واقعا به خدا مامونه من از شما این توقع نداشتم شما بگید نه سعی کنیم خواهرم توقع حساب دیگه داره سعی کنیم توقع دیگه حسابی داره انال عباس سید احمد کجیر فریدون که بلال مونه مثلا همینا اگر اینا آقای سادات از این دفتر از این خونه بیرون شدن برفتن آیا خوردی که نبوده او حداقل نصف این بالش وزن ازی بوده این خانه که به 12,600 بخرم دستی همون خود شما فکر کنید غیر به تا ساک جاشه به تا کیسه به تا بغل اینا کجا نمیشه باز این بچه ها خودم برفتم این دفتر ما همین خواهش که شما داریم چطور دیدیم ندیدیم من اصلا به مادر خونام میگم یا نمیگم همینجا جا شما کارم بکنیم اما امور خواهشونه بیاریم خانم احمدی الله به خدا قسم شما چرا قسم نخوریم نه کاری که نکرده باشه ما منیم به خدا شما اشتباه سر میده گپ من میزنیم ما به قرآن خدا به طلا سوخ بگرده یک چیز دیگه یک روز یاد شما هست که اینجا داخل کیف من نشون دادم شما کیف برو سنه که آورده بودم کیف من نفهمیدم سر از کیف وا کردم خدا قسم خوش بگین بگم کیف خوب جوگا نگذاریم گفته نمیشه که یک دو اینجا بودشته شما با هم خونه شیشته و خدا قسم مامونه شما اشته گپ به من میزنه که من میته کار کرده باشم من بابام به کی خان ما ببرم به کی خان به کسی نمیبرم ما اصلا نه یه جمعی ما با برارا خونه دارم ما به پیار خونه دارم که ما برم یه خان و بری برارا خو برم ما به خدا گوشنگی بوم برم خو که به قرآن طلای صبح بگم من این کار مامونه نمیکنم خدا باور نمیکنه که شما به گپ بزنیم من مادر خو پیار خو همه چیز ترک کردم این جواد به خاطر یک لقمه نون نه که به خاطر از اینکه ما ریزت خو به خاطر یک خان ببرم به پدر یک خان ولات که میشه این کارو بکنم خانم احمدی من کی گفتم شما به برارا خو میبرید
خب به هر صورت به هر رقم باش مامان این به قرآن خدا به این کار نکردم هم نمیکنم خواهد خوش نیمیتی به قول بگیم که تو نه ولی مامان این به قرآن اگه این کار کرده باش میتونه شما سعی کنیم بلکه باشم یا میتونیم مامان این به قرآن به زندگی نمیکنم خدا مثل خوار باید شما خدا رو بگه تو چه کاری میکنی من 20 ساله میشگم به تعمیر کار میکنه بگو تو بارم به قرآن سکتی سر اما که فکر کنم به شما هم نشون دادم گفتم سعی کنیم اینا اشته بی توجه اینا رو تعریف فکر داشتم برفتم به قرآن به پایین من نجام من میفهم شما آدم غریبیم من میشگم ولی غریب اینقدر غریب نیم که گپ نزنی خدا به جای کار کردم که خدا قسم نیه اگه من این کاری کرده باشم این اشتباهی کرده باشم من نمیفهم شما این تو گپ بزنه خانم احمدی هم یک کلمه با ما بگین شما باید نداشتین به خدا اگه برداشته باشم بس در یک بچه خوب خورم اگه به کفر کنم اینا یک ببرد خدا نکنه خانم احمدی خواهر و معذرت میخوام از شما دوربین مخفیه معذرت میخوام خیلی معذرت به جای خواهر ما نیم جای خود شما نه دوستون فردگه زمخورامو بمونده خدا کنه که از این دوربین مخفی امروز ما لذت برده باشیم از شما معذرت میخوام میبینیم این سیاست به خدا تاشون و برج 5000 روپیه از این دفتر از رئیس معاش میگیرم اینا چوچی پیش دارم خونه شیشتن خورنه دارم بالاخره ما درک کنیم پلیشونی به خدا برنامه به شما سر میکنیم تا دوربین مخفی فردا شب شما به خدای پاک میسپاریم